هرچند که پیرو خسته دل و ناتوان شدم، هرگاه که یادی روی تو کردم جوان شدم. شکر خدا که هرچی طلب کردم از خدا بر منتهای همت خود کامران شدم. در فرقتی تو، در فرقتی تو، در سینه‌ام غم رفتی و موندی، رفتی و موندی. دردی دیم نم، دردی دیم نمی، دردی دیم نم. رفتی و موندی، دردی دیم نم، دردی دیم نمی، دردی دیم نم. ما خاکیاران، ما خاکیاران بر سر فشانیم تا خاکی ما را، تا خاکی ما را ریزن بر سر، ریزن بر سر، ریزن بر سر. تا خاکی ما را ریزن بر سر، ریزن بر سر، ریزن بر سر. ایزت بشادی، ایزت بشادی کن زندگانی خاک است آخیر، خاک است آخیر. انجامی آدم، انجامی آدمی، انجامی آدم خاک است آخیر. انجامی آدم، انجامی آدمی، انجامی آدم. رفتم شب با کویش
با قامتی خمیدم با صد هوس نشستم چون گل بخون تپیدم دوران هنوز از خواب نک شده بود دیدم آن محلی خوب برآمد از خانه می کشیده مایل با فتادن چون میوه‌ای رسیده ای خالی نیند خوبان در دهر از ملامت دارد خدای خود را ای سعید و سلامت مانندی سر و هر جا افراخته است قامت صاحب ندیده خود را تا دامنی قیامت یک بار هر کی او را مستی خراب دیده یک بار هر کی او را مستی خراب دیده شما بخیر دوستان عزتمند بازم برنامه خاطره هاست منظور شما و بازم من هستم زرینه رحیمی همراه مهمانان برنامه‌مون قرار است از موسیقی های اصیل یاد بیاریم از ترانه هایی که واقعا هم یک زمان آفریده شده بودند سراییده شده بودند و تا امروز هم این ترانه ها ماندگار هستند دوست داشتنی هستند و تا اندمی که من به همین استودیو می اومدم یک کمی اندیشه کردم از یک سال اخیری فرهنگی کشورمان بعضن حادثه بعضن رویدادهای به خاطرم آمد که واقعا هم گردش ایام فلک و رویدادهایی که در دوام یک سال در دنیا به وقوع پیوستند گویا که به فرهنگ ما یک کمی برهمی کردند زیرا در دوام همین یک سال ما بعضی از چهره های نمایان کشورمان را که در عالم سینما در دنیای تئاتر و در روی صحنه خیلی ستاره های درخشان بودند از دست دادیم و یکی از همین چهره ها هنرمندی خیلی محبوب هنرمندی شناخته هنرمندی قلب ها هنرمندی مردمی جورابک نظریف می باشد که همین شب و روزهای سال گذشته او دنیا را برای همیشه پدرود گفت اما نام او در قلب های ما است آفریده های او در ذهن ما است و ما دوست می داریم ترانه های او را تکرار به تکرار بشنویم بنابر همین امروز تصمیم گرفتیم که امروز از همین هنرمندی واقعا هم محبوب و شناخته یاد بیاریم از آفریده هایش از موسیقی هایی که برای ما ماند و از زندگیش از فعالیتش و امروز ما دعوت کردیم به استودیو یک نفری که همیشه در برنامه های کنسرتی ما همراه استاد همین شخص را می دیدیم این هم باشند جمشید کامرانی دیرکتوری مؤسسه دعوتی سفری هنری بزمورو خوش آمدید به برنامه‌مون تشکر از شما برای دعوتتون به استودیو طی چند سال از دوره دانشجویی با جورابک نظریف در نزد اون کس شاگردی کردم بنده شاگرد این کس و ترغیبگری آهنگ و سرده های این کس هستم استاد اکاشریف جورابک رو در آن دوره ها هم بسیاری دانشمندان حتی رودکی موسیقی دور زمانی تاجیکی ما میگفتند جورابک نظریف جوان بود از سروده های آنها با طرز جوان با یک آواز لحن فارم و جوان و خوش مدرن کرده سروده های اکاشریف جورابک رو در روی صحنه میخوندن و میگویند که اکاشریف جورابک هر صدا رو قبول نمیکرده است و نفری که ترانه های او رو میسراییده است باید یک هنرمند فوق‌العاده باشد و ما در فوق‌العاده بودن استاد شک و شبهه نداریم اما در همون دور و زمانی که میگوید که یک شخص خیلی جوان بودن یک شخصی بودن که حالا تجربه نداشتن شنیده بودن اکاشریف جورابک همون دوره های اولی سراییده شدن مثلا آفریده هایشون را نقل میکردن قصه ها میگفتن از اکاشریف جورابک با زیارت اون کس میرفتن از اون کس سبق میآموختن در حقیقت طرز خواندن استاد یک صدای نو بود یک صدای جوان صدای یک لحن شیره‌دار شیرین جوان بود که البته خوش می اومد با اکاشریف جورابک و با عبدالله نظریف شاگردان اون کس و هنرمندانی که کلانسال‌تر بودند در استاد در همون دور زمان و همین ترانه‌ای که در ابتدای برنامه اجرا کردید در فرقت رویدو از اکاشریف جورابک بله این ترانه از اکاشریف جورابک بود استاد مدرن کردن یک
шаҳдхонӣ дар ин таронаҳо дароварданд бо шаҳдхонию баъд бо як гардиши дар мо меган уфари ҳамин тарона як таронаи ошиқонаи хуба мехондан аз Саидои Навсафӣ рафтам шаби ба кӯяш бо қомати хамида бисёр ин таронаам хуш буд. таронаи хеле маҳбуб аст, як таронаи хеле зебо аст. ин тарона давраи Ҷурабек Назиров аллакай мо хурдсол будем тамошо мекардем. Нашунда будам ки аз Мавлоно Ҷалолиддин Румӣ суруд хонда бошанд. Устод ҳам яке аз сурудҳои аввалинашам ҳамин аз Ҷалолиддин Румӣ буд, аз Мавлавӣ ҷура то ту шод бошӣ. дар бисёр маъракот дар бисёр ҷо медидем ки агар хотираи устод камтарак агар паришон бошад ҳамин суруда мехондем ки камтар бо димоғаш хуб шаваду вақташ хуш шавад. мо ҳамроҳи коргардони барномаамон қабл аз ҳамин бахши ҳамин барнома қабл аз таҳияш баргардон кардем сомонаҳои иҷтимоиро ва барномаҳои консертиро дидем ва шумо дар ҳамон барномаҳо масалан 5-6 наворе ки мо дидем шумо дар ҳамон ҷо будед. Масалан дар пушти устод шумо навозандагӣ мекардед. ҳамон барномаҳо чӣ гуна мегузаштанд? Масалан бо ин қадар ҳунару маҳорат, бо ин қадар истеъдод, бо ин қадар аз оне ки мардум пазироӣ мекарданд, қаноатманд мешуданд аз натиҷаи ҳамон барномаҳо? албатта мардум доимо интизори он буданд ки чӣ қадар Ҷурабек Назиров бисёртар хонад. ҳаракат мекарданд ки бу бисёр вақт таъкид мекарданд ки ҳаракат кунем ки дар дили мардум назанем, дилбазар накунем, ки мардум дӯст медоштанд сурудҳояшонро бегаву шабҳо дар маъракаву байни мардум месароиданд. Оман дигар бародарон буданд, шогирдое ки бо Ҷурабек Назиров буданд, акай Раҷабалӣ Шарипов, Гадоалӣ Салимов, Раҷабалии Назар, бисёриё будем ки бо он кас ҳунармандӣ мекардем, хунёгарӣ мекардем ва мардум хуш меомад. Доимо то лаҳзаҳое ки доимо дар байни мардум буданд, доимо ба мардум қабул буд сурудҳои устод. мо устодро ҳамчун дар саҳна як шахси хеле хиратманд, як шахси оромтабиат ва як шахси ҷиддӣ медидем. шумо чӣ? Шумо масалан берун аз саҳна ҳамроҳ бо ӯ будед, шӯхӣ мекарданд? бале, шӯхиҳои адабӣ мекард. як олами маънавӣ, як олами маърифат буд. мо бисёр сабақи зиндагӣ гирифтем, сабақи адабиёт гирифтем. таърихдон буд, адабиёт бисёр медонист, таърихҳоро медонид. доимо як суҳбатош панду ҳикмат буд барои мо. қиссаҳо мекард, қиссаҳо чӣ аз таъриху чӣ аз адабиёти классикои гузаштагони мо, аз бузургони мо қиссаҳо мекарданд. кадом қиссаҳош барои шумо хеле таъсир кардааст, барои шумо як панд будааст ки кор мебаредааст? дар бораи ҳамин садоқат нисбати устод, шогирдию нисбат ба устод қиссаҳо доштанд. дар ёдам ҳаст ки як шогирд дар назди як устод шогирдӣ мекард, солҳои дароз шогирдӣ мекарду меомӯхт аз он кас. вақте мерасад ки устод ба он кас мегӯяд ки хай аллакай чӣ илму донише ки ман доштам шумо аз ман омӯхтед. вақти санҷиши шумо расидааст. барои санҷидани ин шогирд устод як кӯзаеро муҳр баста маҳкам карда ба дасти ин кас медиҳад ва мегӯяд ки ба фалон як водӣ, ба як деҳа дар онҷо як марди бузург аст, як марди тақводор, ориф, парҳезкор аст, донишманд аст ва он кас ҳамин кӯзаро бурда мерасонед. баъд ин толиби илм мегӯем ин ҷавон гирифта ҳамин кӯзаро меравад дар роҳҳо, дар биёбону хаставу монда мешавад, роҳи дароз меравад. як ҷое менишинад, ба хаёле меояд ки ин чи аст ки ман ин қадар азобу машаққат кашидам, ин қадар сол таълим гирифтам дар назди устоду, ин чи аст ки ман ҳамеро гирифта бар назди як кас мебарам, ҳамеро мегирад мекушояд, ки аз даруни ин кӯза як мушаки парида меравад. баъд гирифта ин хаи чи набудааст, ягон вай набудааст, гирифта мебараду аз назди он касам бо як ҷавобе гирифтаву ба назди устодаш мерасад. устод ба ин кас мегӯяд ки шумо аз санҷиш нагзаштед, аз санҷиши садоқат ба устод нагзаштед. ҳамин қадери илму дониши гирифтагии ин кас, ин қадар ҳунаре ки ин кас омӯхтанд, илму дониш омӯхтанд, хай ба қавли устод ки гӯё барабас рафта бошад. яъне садоқат нисбат ба устод ва рафтору кирдор дар назди устод бояд шогирди аз садоқат дошта бошаду доим инам ба мисли як хиёнаткорӣ мешавад.
شما از یک ترانه‌اش یاد آوردید، ترانه جرأت تو شاد باشی و گفتید که هنگامی که همین ترانه رو میخواندید استاد شاد میشدن و بیاید همین ترانه رو برای تماشابینان پیشنهاد کنید. البته. مرحبا. दिल नेस कबूतर की निशिनाद लाबिबों में दिल नेस कबूतर की निशिनाद लाबिबों में काज गुशाई बोमे की پریدیم تو زار زارم جرأت تو شاد باشی صنمو در انتظارم جرأت تو شاد باشی صنمو در انتظارم تو شاد باشی صنمو بطق دشنه تو بخونی بنده تشنه صنمو بطق دشنه تو بخونی بنده تشنه زید و دیده خون بیبارم جرأت تو شاد باشی زید و دیده خون بیبارم جرأت تو شاد باشی بغمی دلم تو شدی با جفا تو استادی بغمی دلم تو شدی با جفا تو استادی دمی شدی بر نیارم جرأت تو شاد باشی دمی شدی بر نیارم جرأت تو شاد باشی
چی خسته بینی نظر خوجیست بینی تو مرا چی خسته بینی نظر خوجیست بینی دل و جان به غم سپارم جورت تو شد باشی دل و جان به غم سپارم جورت تو شد باشی زی غمی تو زار زارم جورت تو شد باشی سنمو در انتظارم جورت تو شد باشی سنمو در انتظارم جورت تو شد باشی جورت تو شد باشی جوربک تو زنده باشی تشکر زیاد. یک ترانه خیلی زیباست، میتوانید راحت بنشینید. و دوستان عزتمند یادداشت میکنیم که این برنامه خاطره ها است و ما برنامه‌مون رو ادامه میدهیم از حیات، از فعالیت، از آفریده های استاد زنده‌یاد جورابک نظریف. همین اکاردیون رو دیدم، به خاطرم اومد ببینید معجزه همین اسباب رو که چگونه عصب ها رو آلایش میکنه، چگونه یک ملهم است به قلب های ما، به روحمون. میگویند که استاد یکی از اولین شخصیت های بود که همین اسباب رو همراه با مندلی در کار گروهی در انسامبل همراه کردن با همون اسباب های تاجیکی به قول میکس کردن و پیشنهاد کردن. راست است؟ بله، در همون دور زمان ما هم جوانترک بودیم. یکمین آدمی که از هنرمندان بود که اکاردیون رو برای صحنه هنر برآورد. نه فقط اکاردیون، همین اسباب مندلین هست یک اسباب دیگر. این اسباب را در گروه های هنری یکم وارد کردگی استاد جورابک نظریف بود. حتی بیان قربانعلی رحمانوف شاگردان جوان کس بودن، جمشید اسماعیلوف بودن، دیگر شاگردان. و باز میگویند که دونا بهرام شاگردشون هستند، قربانعلی رحمان، جمعخان سفر. شاگردان بسیاری داشتند، هر کس هم شاگرد میگرفتند. اکای نظر بود، قربانعلی رحمانوف بود، دونا بهرام پیشترک بود و هم دیگر سرودخوانی میکردند. بعد جمشید اسماعیلوف بود، رجب علی شریف، گدا علی سلیموف، خورشید برادر من هم با من با استاد شاگردی میکردیم. و ببینید که اکثریت شاگردانشون در صحنه موفق هم شدن. بله. یک ستاره های درخشان هم شدن. بله، در صحنه دونا بهراموف، قربانعلی رحمانوف، جمشید اسماعیلوف شهرت یافتند، شهرتمند شدند. یک سرودی بود که همون دور استاد میخوند، از دست غمک. یک سرودی شده بود که با این سرود این برادران شهرت یافتند. با این سرود حتی مقدس نبی و شهرتمند شد. واقعا در اول من گمان میکردم که همین ترانه از مقدس نبی و بعد فهمیدم که نه، ترانه از استاد جورابک نظریف بود. یکی از شاگردانشون همونطوری که گفتیم شما هستید. و در برنامه‌های کنسرتی حتی در آخرین لحظه ها نیست ما دیدیم که همراه با استاد بودید. و فعلا دیرکتوری مؤسسه دولتی سفری هنری بزمورو هستید. بیاد اطراف همین انسامبل کمی بگوید. مؤسسه سفری هنری بزمورو یک مؤسسه از در نزد وزارت فرهنگ تشکیل برنامه‌های هنری تمام هنرمندانی که خواهش برنامه کنسرتی کردن دارند، تشکیل برنامه هنری همین ساحه رو به جا میارد. بنده در این کارخانه من از اول همین سال یک 5-6 ماه میشد که روبری میکنم. سالهای دراز من در ساحه فرهنگ کارهای تکنیکی و خواجگی و ساختمانی میکردم. در انسامبل دولتی سامان با قربانعلی رحمانوف شاگردی میکردم نزد اون کسم. از اون کسم سبق‌های بسیار آموختم. قربانعلی رحمانوف هم یک استاد هنر امروزه صنعت تاجیک است. بسیار چیزا آموختم. در این انسامبل سامان هم بنده آوازخوانی میکردم.
از لحظه های آخری استاد چی رو در خاطر شما موند؟ لحظه هایی که مثلا نفس های آخری در کابینت کوری اون کس در اینستیتوت میراث خطی روبری داشتن. حالا که اینجا یک مرکز میراث خطی شده بودن. یک دمی من زنگ زدن و گفتن که جمشید بیا با هم دیگر یک مشق سرودمون کنیم که سفر هنری باید در پیش استاده بود با ولایت سوخت. بعد اومدم استاد در دستش تورش گرفت و من با یک اکاردیون همونجا این همین اسباب بودم، اسباب بود بسید توفه از استاد برای من مونده است. گرفته جوری همین تورش هم میکردیم که قوتش کمتر بود، خسته بود، مونده بود. تورا گرفته من جور کردم و یک لحظه بیرون بر اومدم، یک دلم رو خالی کردم از شور حالتی برای من خم انگیز بود. یک مشقای آخرمون کردیم، یک نوارم در دست برادران موندن. یک گفت من تور نمینوازم، یک جای میخونیم. من سرودی پادشاه خوبان خواندیم. بعد یادی کردن از سرودای جوانی یک 12 تا سرودشون من دستخط به من نوشتن که جمشید این سرود رو تیار کن. خوان گفتن، ما گفتم استاد با هم میخونیم. ما حتی تیار کردیم، موسیقی رو هم ثبت کردیم. دویمو کور میکردن، بسیار کور میکردن. در جای کور همین از سحر تا بگو تا شب نشسته کور تا لحظه های آخر به کور مشغول بودن. کور کسبه هاشون رو نظم میدن. آماده ساختن کتاب ها بود. بعد کتاب هایی که در مردم پهن نشده بود، کتاب ها رو باید بچه ها آماده سازن، به همین کور مشغول بود. و واقعا هم این خود قانون حیات از دنیا همین است که ما همین سخن را بسیار شنیدیم و میشنویم که آدمی همین است که به این دنیا می آید و می رود و مهم این است که ما از خود چیزی باقی گذاشته توانیم و نه به هر یک کس میسر می شود که مثلا بعد از مرگ رو یاد بکنیم. و واقعا هم استاد یک شخصیتی بودن. ببینید ارزش هنرش رو، ارزش زندگیش رو، کارشان رو که امروز ما رو یاد میکنیم. با یک خوشحالی، با یک روحیه خیلی خوب، با یک محبت، صمیمیت بی‌اندازه. و شما در برابر استاد از قربان علی رحمان یاد آوردید و گفتید واقعا هم برای من حق استادی دارن و بسیار چیزا رو از همون کس آموختید و لحظه ها رو یاد آوردید. و اگر بگویم که یک ترانه اش رو بخونید، کدام ترانه اش رو به خاطرتون میارید؟ من میخواهم که همون ترانه‌ای که در جوانیش خوانده بود و بعداً قربان علی رحمانوف و جمشید اسماعیلوف هم خوانده بودن، همین از دست قامت میخواستم به مردم برسونم. از دستی غمت خیمه داری خونه زدم، دیوانه شدم نرایی مستو نزدم. از دستی غمت خیمه داری خونه زدم، دیوانه شدم نرایی مستو نزدم. چونی دیلو چون دیلو خونی دیلو خون دیلو چونی دیلو چون همه خونی همه خون زیباری لیلی سیمین اوزاره چو مجنون زیباری لیلی سیمین اوزاره چو مجنون از دستی غمت
دستی غمت خیمه دری خانه زدم دیوانه شدم نری مستانه زدم از دستی غمت خیمه دری خانه زدم دیوانه شدم نری مستانه زدم دری خانه بپا ایستاده‌ام با صد ناز و ادا ایستاده‌ام دری خانه بپا ایستاده‌ام با صد ناز و ادا ایستاده‌ام کشیده رشته در استخوانم هنوز تا مدام ایستاده‌ام کشیده رشته در استخوانم هنوز تا مدام ایستاده‌ام از دستی غمت دیوانه شدم نری مستانه زدم از دستی غمت خیمه دری خانه زدم دیوانه شدم نری مستانه زدم تشکر که همین ترانه رو برای ما پیشنهاد کردید. یک ترانه که واقعا هم عمری خیلی زیاد دارد و یک ترانه که ما بسیار از چهره‌های نمایان تاجیک رو با همین ترانه در صحنه دیدیم. یک ترانه تاثیرناک بود و شما عمر همین ترانه رو میدونید که چقدر زمان اولی که همین ترانه افشا شد؟ خطا نکنم سالهای 68 بود. ما خردترک بودیم، اول مکتب هم نمیخوندیم. با قربان علی رحمانوف، جمشید اسماعیل که رکه با استادی رسیده بودن، در صحنه با آینه نیلگون همین سرود خواندن. این سرود با دلی همه مردم پیر و جوان جا گرفت. سرود یک میگفتن که یک وای شده بود، سرود بسیار شلاگر شده بود. و شما کی از چند سالگی با گروه جورابک نظریف راه یافتید؟ چند سال داشتید و چگونه برای شما امکان دست داد؟ بنده سال 1983 دانشجوی انستیتوت پلیتکنیکی تاجیکستان بودم. به نزد جورابک نظریف رفتم، خود را شناس کردم، گفتم که استاد من پیرو شما هستم. من نقص پذیرفتم، گفتم که من رفته امتحانهایم را میسپارم برای داخل شوی و بعد یک ماه به نزد شما میگم. بعد من رفته از پای سپردن امتحانها شدم، امتحانهای داخل شوی را سپردم و یک ماه پس آمدم. من را در نزد پرویز ترسونزاده که در خانه موزه میرزا ترسونزاده کار میکردم، در صحبت تلفنی گفتن که یک اکاردیون با خودتون بگیری بیارید. گرفته بردم و استاد اولین سرودی که از من پرسیدن که همین سرود نوازید و خوانید. این سرود از مخفی زیبانیسا بود، به گلی روی تیگدم زنده بودن مشکل است. همین را نواختم و خواندم. گفتن که ساعتی 2 اگر با ما باشی، ما با یک معرکه به ناحیه کویبش کلخوز کمسامول سفری هنری با اون کس رفتیم. برادر نصرالدین اسام‌الدین بودن همراهی میکردن. در بین مردم ما رو معرفی کردن که باز یک جمشید دیگر خیلی شاگردان بودن، دانه بهرام، قربان رحمان، جمشید اسماعیل با یک جمشید دیگر آمده است. همین دو سرودی خواندم در نزد مردم هم ناز قبول کرد. استادم شما گفتید که با دانشگاه پلی‌تکنیکی داخل شده و علم موسیقی نوازش اکاردیون از کجا بود؟ از علم موسیقی اکاردیون این راستیگه وقتی که اولین بار خردترک بودیم جورابک نظریف در تلویزیون کسا دیدیم، آهنگ سرودهای در دل ما جا گرفته بود. خیلی هنرمندان خوب بسیار بودن دور زمان. در خانه ما همه اسباب مهیا کردگی بودن تا
برادرم رباب می‌نواختند، اسکندر خطلانی، همه اسباب بود. من همین رباب این کسا گرفتم، ربابم آموختم و بعد اکاردیون نو. لیکن با رادیو تکنیکم شوق و ذوق داشتم، با این کارم مشغول بودم. پنهانی اگر سرود می‌خواندم در بین خانه بوده و در بعدتر در سیمفونی بالاتر و در معرکه‌های در مکتب بعد سر کردم بعدتر. لیکن خودآموز بنده خودم. بعد همه هنر مونه در نزد استاد سایقل دادیم. هر چی آموختیم این پند و نصیحت یک دنیا یک عالم همه را از جورابک نظریف آموختیم. برای ما یک پدری معنوی بودند. و گمان میکنم یک راه طولانی رو طی کردید و باور داریم که یک روزای خوش هم داشتید همراه استاد، چرا که در برابر آنی که استاد همانطور گفتیم یک آوازخوانی خیلی خوب بودن، یک شخص دانشمند بودن. و امروز ها مثلا هنگامی که با خاطرتان میارید دوره های گذشته رو، در خاطر بیشتر چی موند؟ صحبت های خوشی استاد، نقل های خوب و خوشی استاد در خاطر من مونده است. نسبت هنر و هنرمندی بسیار سختگیر بودند که بسیار از ما هم سختگیر بودند. میگفتند که بسیار کار کنید، محنت کنید. با ما نصیحت میکردند، میگفتند که با کار، با دولت، با خانواده، با همه صمیمی باشید و صادق باشید. همه چیزها را بسیار بر ما همچون درس می‌آموزاندند، میگفتند. تشکر زیاد و ما نیز با انتهای برنامه نزدیک میشویم. در انتها میخواهیم بازم یک ترانه دیگر پیشنهاد کنید. کدام ترانه‌اش را انتخاب میکنید؟ یک ترانه است، این سرود انجم میگویند. شعر از محمد اقبال لاهوری است. این سرود با قربان علی رحمانوف و جمشید اسماعیلوف و دیگر شاگردان میسرودند. ما هم میدیدیم در سفرهای هنری هم میسرودند. بسیار سرودی خوب بود که اینم گفتگی شما یک شلگر بود در اون دوره. هستی ما نظامی ما، مستی ما خرامی ما، گردش به مقامی ما، زندگی دوامی ما، دوری فلک با کامی ما، می نگریم میره. ما یک فکری خودم یک حسیاتی هست که اگر یکون وقت میشد که یک کمتر یکون غمگینی یکون چیز حس میکردیم، همه سرود ما را بسیار شاد و خرسند میگردند. سرودن همه سرود. میخوایم در انتهای برنامه بگوییم که ما همیشه صداقت داشته باشیم در قلبمون. صداقت به زندگی، به دوستان، به نزدیکان، به پیوندان، به موسیقی، به همین میهن زیبایی که نامش تاجیکستان است. دوستان عزتمند، این برنامه خاطره ها بود و در انتهای برنامه یک ترانه دیگری استاد را میشنویم. مرحمت. هستیمو نظامیمو، مستیمو خیرامیمو، گردش به مقامیمو، زندگی دوامیمو، دوری فلک با کامیمو، می‌نگریم و می‌رویم، می‌نگریم و می‌رویم. خواجه سروری گذشت، بند از چوکری گذشت، داری و قیصری گذشت، دوری سکندری گذشت، شیوهی بودگری گذشت. می‌نگریم و می‌رویم، می‌نگریم و می‌رویم. پرده چرا ظهور چیست، اصلی ظلم و نور چیست، فطرت اینا صبور چیست، چشم و دل و شور چیست، این همه نزد و دور چیست. می‌نگریم و می‌رویم، می‌نگریم و می‌رویم.
بیشی تو نزدیم و کمی سالی تو پیشیم و دمی ای با کناری تو یمی ساختایی با شبنمی ما با تلاشی عالمی می نگریم